سلام رفیقا، خسته نباشید. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. الان اومدم این بالا پشت بون، اومدم یه حال هوایی عوض کنم. داشتم به این خونه ها نگاه میکردم، به این ساختمون ها نگاه میکردم. همه این خونه که داری میبینید دونه دونه توشون همه مردم تک تکشون مشکلات دارن. یکی بزرگ، یکی کوچیک، یکی خیلی وحشتناک، یکی خیلی جزئی. ما هم خودمون داریم. سعی کنیم مشکلات رو کنار بزنیم، همیشه شاد و خوش و خرم باشیم، از کمترین چیزا لذت ببریم، استفاده کنیم، حالشو ببریم. به خدا به خودمون میبینیم خیلی دیر شده. حیفیم، هممون حیفیم، همتون حیفید. از لحظاتون بهترین استفاده ها رو کنید، نذارید هیچ چی ناراحتتون کنه. الهی من قربون همتون برم. خداحافظ.